سلام دختران، من اومدم که یه طراحی رو بهتون آموزش بدم. بچه من میخوام چند تا طراحی رو بهتون آموزش بدم، ولی قبل اینکه بخوام اون طراحی رو بهتون آموزش بدم نیازه که اول یه طراحی کوچیک رو بهتون یاد بدم. میخوام طرز گل زدن رو بهتون یاد بدم که چجوری باید یه دونه گل رز بزنید. بچه من نکته به نکته میگم، شما فقط با دقت ببینین و بعدش هم تمرین کنین که بعدش من بتونم چند مدل طراحی رو بهتون بگم. خب بچه من بیس کارم رو زدم، حالا مشکی زدم که واضح‌تر ببینید. شما میتونید هر رنگ دیگه ای که دوست دارید بزنید. بچه برای اینکه یه دونه گل زیبا بکشیم اول میایم یکم لاک ریختم رو پالت، میام مثل یه ویلبور کوچیک آروم میکشم. بچه ببینید وقتی که من این نقطه قرار دادم قلممو تا ته نمیام بکشم، میام آروم میکشم به حالتی که انگار میخوام بردارم قلممو که انتهای اون کارم ظریف در بیاد. به این نکته توجه کنین. وقتی که میخوام گل برگا رو بکشم بچه نگاه کنین، برای کشیدن گل برگا یه نقطه قرار میدم، قلمو فشار میدم، آروم میکشم سمت پایین. برای اینکه گل برگم رو تکمیل کنم دوباره رو همون نقطه ای که قلممو گذاشته بودم دوباره فشار میدم، آروم میام سمت پایین. بچه دیدین؟ یه بار دیگه واسهتون میکشم. بچه برای گل برگا ببینید روی نقطه قرار میدم، فشار میدم، بعد آروم میکشم سمت پایین. دوباره از همون نقطه شروع میکنم و آروم میکشم سمت پایین. بچه نگران این نظم گلبرگا نباشین، هرچی که حالا بی‌نظم‌تر باشه کار رو قشنگتر میکنه. نیاز نیست حتما شبیه هم دیگه در بیاد گلبرگاتون. یه نقطه قرار میدم، آروم میکشم سمت پایین، دوباره همین کار رو میکنم. بچه ببینید این سری گلبرگا جایی میکشیم که گلبرگای قبلی تو اون نقطه تموم شده. بچه ها دیدین؟ یعنی الان مثلا بین این دوتا گلبرگ میکشم. بچه این گل رو یاد بگیرین و تمرین کنین تا من با حالا این گل بیام چند تا طراحی مختلفی که خیلی دوست دارین یاد بگیرین رو بهتون آموزش بدم.